الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نموده اند که وسطیت چیست؟ معنای وسطیه اولا یعنی در مابین بودن است، نه افراط و نه تفریط، یعنی نه غلو کردن و از حد گذشتن که الله من کرده است و گفته است که اعوذ بالله لا تغلو فی دینکم، در دینتون غلو نکنید، از حد نگذارید، افراط نکنید، و نه تفریط کردن و تقصیر کردن، یعنی باز دین را ترک کردن و از دین بی اهمیتی کردن. وسطیه بارک الله فیکم، علما میگویند پیرو شدن به قرآن و سنت به فهم سلف امت انمین وسطیت است. دین اسلام در بین دیگر دینها وسط است. دین اسلام در بین یهود و نصارا وسط است، در بین است. یهودی ها غلو کردگی هستند و نصرانی ها از سبب جهل در دینشان کمبودی ها دارند و به دین بی اهمیتی کردند. اما مسلمین و دین اسلام وسط است، در بین است، نه افراط نه تفریط، نه غلو نه تقصیر. و این چنین اهل سنت و الجماعت در بین اهل بدعت وسطیت است، از همه جهت، از همه باب. بالعموم اهل سنت و الجماعت در بین است و وسط است، بین خوارج و بین مرجعه. خوارج ها غلو کردند و گمراه شدند و مرجعه ها تفرید کردند، بی اهمیتی کردند و گمراه شدند. خوارج ها دین را سختگیری کردند و از حد گذشتند و از حد الله گذاشتند، گمراه شدند. مرجعه ها سبکگیری کردند و از حد گذشتند و گمراه شدند. و در مسئله قدر اهل سنت و الجماعت وسط است، در بین قدریه ها و جبریه ها. قدریه ها میگویند که الله هیچ تعلق به قدر انسان ندارد، یعنی الله سبحانه و تعالی تقدیر را ننوشته است و به هیچ انسان الله سبحانه و تعالی عملش را خلق نکرده است، بلکه انسان خودش عملش را خلق میکند. گویا الله این عالم را چی شدنش را نمیداند مگرم بعد از شدنش، که اینها قدریه ها هست. اینها تفرید کردند، به نهایت این مسئله را سبکگیری کردند و گمراه شدند و مجوس این امت شدند. و جبریه ها گفتند که در مسئله قدر همه حالتی که می شود این از جانب الله هست و انسان اگر زنا کند، مشرک شود، کافر شود، هم این از قدر است و هیچ گناهگار انسان نمی شود. والعیاذ بالله. جبریه ها این مذهب اشعری ها، جبریه ها این مذهب جهم ابن صفوان جبری است که این عقیده دارند. در نزد اینها گناه کننده هیچ عقاب نمی شود. اما اهل سنت و الجماعت وسط است، بین است. میگوید که هر یک حرکت و کمترین حرکتی که می شود این به علم الله و به تقدیر و به قدر الله است، اما انسان اختیار دارد. انسان اختیار دارد و الله همه حرکت ها را و همه چیزها را می داند، در تقدیر نوشته است، اما اختیار در دست انسان است. در مسئله اسما و صفات مجسمه ها همه اسماء الله، صفات های الله را به انسان تشبیه کردند و الله را جسم گفتند. والعیاذ بالله، مشبه، ممثل شدند، غلو کردند. و در مقابل اینها اشعری ها، ماتریدی ها، جهمی ها، معتزله ها، کلابی ها و غیره ها تمام نام های الله را، رافضه ها اینچنین تمام نام های الله را خشک و بی معنا نامیدند، صفات های الله را انکار و تحریف و تغییر دادند. اهل سنت و جماعت وسط هستند، بین هستند، یعنی الله را
صفاتهایش را به مخلوقین تشبیه نمیدهند، مشبه و ممثل نیستند. و این چنین صفاتهایی که الله به خودش اثبات کرده است و رسول الله صلی الله علیه و آله به الله سبحانه و تعالی اثبات کردند با حدیث های صحیح که آمده است، اینها را انکار نمیکنند و اثبات میکنند، اما به چگونگیش را سخن نمیکنند، به تکییف، به تعطیل، به تمثیل، به تشبیه ایمان میآورند هر چیزی که الله خبر داده است. نه غلو، نه تفریط، نه افراط و نه تفریط، در بین هستند. انا این وسطیت است. در مسئله تکفیر اهل سنت و الجماعت وسط هستند بین خوارج و بین مرجعه. خوارج ها تمام امت اسلام را به گناه کبیره تکفیر میکند. خوارج ها میگوید که هر دولتی که حاکمش کافر باشد، در همون دولت بوده مسلمان های محکوم هم کافر است. خوارج ها سلسله تکفیر دارد و خوارج ها سبحان الله در مسئله هایی که شبهه وجود دارد، در مسئله هایی که شروط و موانع دارد، اصلا به اونها نگاه نمی کند. در تکفیر خوارج ها شروط و موانع وجود ندارد و از همین جهت مسلمان ها را تکفیر می کند و غلو در تکفیر کردن واقع شده است خوارج ها و امروز هم وجود دارد. و اما جانب دیگر مقابل خوارج ها، مقابل خوارج غلو کرده ها، جانب دیگر مرجئه های جهمی که تفرید کردند، یعنی سبکگیری کردند در مسئله تکفیر و تکفیر را حتی اصلا انکار میکنند. مرتد را مرتد نمیگویند، آنی که اجماع برای کافر شدنش آمده است کافر نمیگویند. تارک الصلات را کسی کافر گوید خوارج شده است میگویند. هر کسی مرتد را مرتد بگوید این را خوارج میگویند. اصلا مسئله تکفیر را، تکفیر معین، یک انسان معین را کافر گفتن را بالکل انکار میکنند. اینها اشعری ها، ماتریدی ها، جهمی ها، صوفی ها، یا که امروز به نام سلف خودش را سلفی میگیرد و معروف است، اینها سلفی نیست. اینها بدبخت ها، گمراه ها، اینها مدخلی ها، جامی ها، اینها مرجئه های جهمی هست. اینها تکفیر را اصلا انکار میکنند. حاکمان بغیر ما انزل الله را، مطلقاً حکم کننده های بغیر ما انزل الله را ولی الامر میگد و مسلمان میگد. فقط کفر را در اعتقاد میداند، انسان را به کفرهای قولی و عملی تکفیر نمی کند. در نزد انسان، در نزد این مذهب مرجئه تکفیر وجود ندارد، تکفیر معین بالکل وجود ندارد. اهل سنت و الجماعت باشند وسط هستند. اهل سنت و الجماعت در بین هستند، نه مثل خوارج غلو در تکفیر میکنند و نه مثل مرجئه تکفیر را انکار میکنند، بلکه آن چیزی که الله و رسول بیان کرده است در مسئله تکفیر قبول میکنند. البته مسلمان ها را به گناه کبیره تکفیر نمیکنند، سلسله بر تکفیر ندارند و اصل در انسان ها کفر است نمیگویند و مطلقاً این سخن را نمیگویند. البته شرح و شروط تفصیلات دارد. و اذا کفر الحاکم کفر المحکوم نمیگویند، حاکم کافر باشد محکوم کافر است نمیگویند. بالعموم همه مسلمان ها را تکفیر نمیکنند. و اما مثل مرجئه ها تکفیر را انکار هم نمیکنند، بلکه اهل سنت و جماعت تکفیر معین دارند، خیلی که از صحابگان و از تابعین روایت شده است. محمد ابن سیرین و ابن خزیمه و غیره روایت میکنند و معروف است از شیخ الاسلام تیمیه ابن القیم الجوزی و غیره. و علمای نجد در این مسئله تکفیر معین نوشتند، یعنی تکفیر معین کسی که بشکننده اسلام واقع شد، کسی که بریده واقع شد بدون اکراه تکفیر میکنند. اگر مسئله اصول دین باشد، معلوم من الدین بالضروره باشد، به مانند ترک شرک، کفر بالطاغوت، در اینجا میگن که جهل عذر نیست، تکفیر میکنند. اما اگر مسائلی خفی باشد جهل را عذر میدانند. بارک الله فیکم. یعنی اهل سنت و جماعت وسط هستند. عمومی سخن در آخر میاد میشود که پیرو شدن به قرآن و سنت
به فهم سلف امت انمین وسطیت است. اما امروز مدخلی ها ما وسط هستیم میگویند و میبینید که پیروی از قرآن و سنت نمیکنند به فهم سلف امت. این کار کردن تکفیر این وسطیت بودن رو نشون نمیدهد، این گمراهی بودن رو نشون میدهد. بارک الله فیکم. انا این است وسطیت در نزد اهل سنت والجماعت. بارک الله فیکم.